این جای جدید که گرفتم صبحونه‌شون از این منویاست. من توی قطر که بودم، تو دوحه قطر، اونجا هم منو بود، یعنی 5-6 مدل صبحونه دارن، شما انتخاب میکنید و واقعا صبحونه‌اش برای من جذاب اومد. املت داره و نون و میوه و با آب هندونه. البته اینو خودتون انتخاب میکنید از اون 5 تا غذایی که میخواید به عنوان صبحونه. این هم جداست. این که جداست یعنی چی؟ یعنی شما میتونید بگید چای میخوام، قهوه میخوام، آب میوه میخوام. بفرمایید در کنار این استخر زیبا میچسبه. حالا من آروم صحبت میکنم چون پشتم هستن، نمیخوام مزاحم بشم، ولی صبح اول وقت هنوز هیچ که نیومده.